تحقیقات و تجربه ها و دین به ما ثابت گردانیده است که سبب اصلی اصلاح سازی و گمراه سازی جامعه و جوانان 5 قشر از مردمان هست. البته اگر این 5 طایفه و قشر واقعا راسخانه و واقعانه در راستای دین کوشش بکنن، زندگی بکنن، با مطابق عدل و انصاف اسلامی زندگی سازی بکنن، تمام ممالک اسلامی پیشرفت، علمیت، ایمان، وجدان، احساس، اخلاص، اقتصادشان بالا می رود. اولا مقصر اصلی برای فساد جامعه و جوانان والدین ایشان هست. چرا؟ ایشان در آوان کودکی به نزد پدر و مادر هستند. اگر آنها برای اصلاح فرزندانشان کوشش بکند، تعلیم و تربیه سالم بدهند، اون در آینده آنچه می شوند که از خانواده خیش خارج گردیده است. اما بالعکس و بالتعصب اگر در آوان کودکی و طفولیتش بی‌نمازی، بی‌حیایی، بی‌حجابی، بی‌رغبتی را دیده باشد و تماما نفاق و شقاق و بدبختی را از آن خانواده مشاهده کرده باشد، بعد از آن خانواده خارج به خاطر محصلات و تعلیماتی بالای خیش می روند، از آن آثار شومی که از خانواده خیش از آن ظلم و بی‌حیایی و خلط و ولتی که دیده بود متأثر است. دوم امام های محله و خطیبان مساجد. چرا؟ به خاطر که بسیاری از مردم های افغانستان از علمایشان، از خطیبان و امامانشان حرف شنوایی دارد. اگر اینها حقیقت را بپوشاند و به گونه صحبت بکنند که به نفع بیرونی ها بگردد، اینجاست که جوان از عالم خویش که میشنود باور میکند. پس امامان مکلفند تا مادامی که مسئولیت امامت را دارند در راستای دین واقعیت‌ها، حقیقت‌ها، اسلام را به صورت اصولیش به مردم معرفی و آشنایی بدهند تا باشد که مردم متأثر بیشتر از دین بگردد و از چوکات و چارچوب اسلامی خارج نگردد. و سومین تأثیرات مثبت و یا منفی را بر روحی جوان، به عقیده جوان، به تفکر جوان که میگذارد همان و اساتید هست. برابر است که این استادها استادهای پوهنتون باشد، استادهای دانشگاه باشد، مکاتب باشد، مدارس باشد. چرا؟ اینها سالهای متمادی و زیادی را به مدارس و مکاتب سپری می کند. در این آوان عقیده اینها، زندگی اینها و تجربه اینها، اندیشه اینها تمامش بستگی به بیانات و فرمایشات اساتیدشان دارد. اگر استادها سالم باشند، صالح باشند، مصلح باشند، همچنان فرزندان و جوانان و تلامید و شاگردانشان نیز این گونه به جامعه تقدیم پیدا می کند. اگر استادهای دانشگاه ها، پانتون ها، فاکولته ها، مکاتب مشکل عقیدتی داشته باشند، عقیده ایشان ضعیف، علمیتشان ضعیف، دینداریشان ضعیف باشند، این گونه شاگردان بیخبر و بی خدا، بی رغبت و بی دین چیزی به جامعه نمیگذارند. چهارم رسانه ها هستند. چرا در این عصر و زمان بیشترین و بهترین مردم ها متأثر و متعجب و متغیر از رسانه ها، فیلم ها، سریال ها و آنچه که داخل این صفحات مجاز گذاشته می شود می شوند. پس ملامت اصلی به افساد و فساد جامعه و جوانان همان رسانه ها هستند. اگر اینها خبرهای درست پخش بکنند، تعلیماتی، تبلیغاتی، تحصیلاتی، دینداری و اساسی و ثبوتی و ثبات و صبر و عدل باشند، اینها را پخش بکنند، جوانها چون حرف شنوایی دارد داخل موبایل و تلویزیون میشوند، میبیند که اما اخبار خوب هست، اسلام هست، قرآن هست، عالم هست، اینجا از آن بهره میبرد و خود را مطابق چوکات اسلامی میسازند.
اما خلافیان که چون که رسانه ها هم اشیا و اقوال و افعال را میگذارند که جز از بی‌حیایی، بی‌رغبتی، بی‌دینی چیز دیگری نیست و برای علاوه از آن مردم ها را بیخبر، بیعقل، تنبل و خانه نشین می سازند و از طرف دیگر فکر و تفکرشان را بر دین و اسلام و مقدسات و شعائر اسلامی بدگمان و بدبین می سازد و ایشان را بیشتر رغبت، شوق و شورشان را بر تخلف، بی‌حیایی، بی‌حجابی، خارج رفتن و دموکراسی بیشتر می گرداند. و پنجم، حکام و زمامداران حکومت اسلامی هست. چرا اینها اگر بر پایه های عدل و انصاف، محبت، اخلاق، دینداری استوار باشد، اینجاست که جامعه از آنها پند بگیرند و می ترسند خود را آماده دین و اسلام می سازد و تماما قواعد و ماده هایشان را می پذیرد و خود را بر فرموده های الله و رسول برابر می سازد. اما متاسفانه و بالاسف اگر خدای نخواد زمامداران و حاکمان و مسئولین و مربوطین آنها اگر بر پایه های رشوت و سود و تعصب گراهی استوار باشد که اصلا بویی از عدل و انصاف، محبت و اخلاق و همه شمولیت دیده بر آنها نشود، اینجاست که چون خربزه از خربزه رنگ میگیرد، چون حاکم این گونه بود محکوم این گونه میگردد، آمیرین این گونه بود مأمورین هم آن گونه میگردد. پس اینجاست جای شکایت نیست. عزیزان گرامی، این 5 طبقه و طایفه مردمی بودند که تأثیرات بیشتری را بر روحی جامعه و جوانان میگذارند. پس همه این طایفه 5 طایفه و قشر مکلفند که خود را بر خواسته های الله و رسول برابر سازند و از نفس و شهوت و شیطنت پرهیز نمایند. عزیزان گرامی، اگر این 5 طبقه صالح، سالم، مصلح بوده باشند، جامعه و حتی جهان صالح، سالم، مسلم می شود.